بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نبأ، آیه 7، واژه جبل. به طور خلاصه در 6 آیه قبلی راجع به این صحبت کردیم که خدای مهربان، در واقع خدای واحد بود و هیچی نبود. خالق در حقیقت ارادش به این تعلق گرفت که خلق کنه و اون مخلوق، اولین مخلوق، نور محمد و آل محمد علیهم السلام، و بعد بقیه مخلوقین و هدایت بقیه مخلوقین به سبب این نور ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام هست. در واقع خدای مهربان مخلوقین رو، همه در واقع مخلوقین رو با مخلوق بی عیب خودش که نور محمد و آل محمد علیهم السلام هست هدایت میکنه و این هدایت در واقع به منظور ایجاد امنیت و آرامش و به منظور دفع عیب حسدی که در عوالم قبلی این عیب حسد اختیاراً توسط ذرات در عالم ذر اختیار شدند و خدای مهربان به خاطر این ویژگی مهربانی خودش مجدد این عالم رو برای همه این ذرات و مخلوقین پدید آورد تا به سبب نور هدایت محمد و آل محمد علیهم السلام دفع عیب بزرگی به نام حسد کنند، تا بتونن مهربان باشند، مهربانی کنند و اسم رحمان و رحیم، ارحم الراحمین، اسم مهربان خدا رو در زندگی روزمره خودشون معنا کنند و مالک نور مهربانی بشن و خالق آثار زیبایی بشن. گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام آفریننده نور زیبای مهربانی. خدای مهربان مأموریت مهربانی کردن رو از ما میخواد و از ما این موضوع رو سوال خواهد کرد و سوال میکنه. در آیات عما یتساءلون به این موضوع اشاره کردیم. گفتیم که این در واقع بسیار مطلب مهمی هست که بر سر همین مطلب اختلاف وجود داره که روش در واقع خوب زندگی کردن چی هست. در دیدگاه آل محمد علیهم السلام این هست که جواب بدی رو هم باید با خوبی بدیم و بر سر این دیدگاه اختلاف همیشه وجود داشته و داره و اهل اختلاف یعنی اهل حسادت اینجا کاری که انجام میدن بر علیه اهل نور یک اقدام ناجوان مردانه میکنن که قتل اهل نور هست، تهمت زدن به اهل نور هست و راجع بهش کامل صحبت کردیم در آیات الذی هم فیه مختلفون و بعد در ولاگ های بعدی گفتیم که این اختلاف و این تهمت و این اقدامات در حقیقت شرارتبار اهل حسادت به این حال باقی نمیمونه و داستان ادامه دار هست و به زودی همه میفهمند که اهل حسادت در اشتباه بزرگی در حقیقت وارد شدند. و از آیه 6 گفتیم که شروع کردیم به بررسی واژه‌های در واقع این آیات، مثل واژه جعله، مثل واژه ارض، مثل واژه مهده. گفتیم که خدای مهربان در این آیات یعنی از آیه 6 تا 16 11 تا آیه با تک تک این واژه ها در حقیقت
با بندگانش صحبت میکنه، با اونا اتمام حجت میکنه که آیا من که خدای مهربان شما هستم و از شما مسئولیت مهربانی کردن رو میخوام، آیا برای شما شرایط لازم برای این مأموریت رو فراهم نکردم؟ چرا؟ خدای مهربان برای ما یک مجعل یک مجعل یعنی یک نطفه دهنده علمی قرار داد، یعنی نور محمد و آل محمد علیهم السلام، علوم آل محمد علیهم السلام، و یک قلب که توانایی فهم این کلام نور هدایت رو داره، فهم قبض و بسط رو داره. ارض از عبارت در واقع زمینی که حاصل خیز هست، خاک مرغوبی داره و بذر در واقع سالم و خوب رو در خودش جای میده و پرورش میده. واژه مهد رو هم راجع بهش صحبت کردیم که در واقع قلب ما میشه اون مهد آفرینش نور زیبای مهربانی، یا محلی که قرار عمل صالح در اینجا نطفش منعقد بشه در این قلب و در این رحم اعتقادی و یک فرزند نورانی در حقیقت متولد بشه و بزرگ بشه. پس الم نجعل الارض مهادا، خدای مهربان داره سوال میکنه از بندگانی که از اونها داره بازخواست میکنه راجع به عمل به نور ولایت. از اونها سوال میکنه اما یتساءلون، از اونها داره سوال میکنه آیا من برای شما تمهیدات لازم از جمله بذر مرغوب و زمینه حاصل خیز رو قرار ندادم؟ الم نجعل الارض مهادا. در آیه 7 هم میشه همین، الم نجعل الجبال اوتادا، آیا من کوه ها رو چون میخهایی در واقع برای ارز، برای دنیای قلب شما خلق نکردم؟ حالا میریم سراغ واژه جبال و بعد از جبال واژه وتد، اوتادا. این که والجبال اوتادا در واقع در ادامه همون در واقع حالت سوالی آیه 6 هست. الم نجعل الارض مهادا الم نجعل الجبال اوتادا، آیا من برای هدایت دنیای قلب شما اون نور هدایت رو که در اینجا با واژه جبل میگیم، در واقع جبل یکی از 1000 واژه مترادف نور ولایت هست. جبل، جبال، کوه نمادی برای صاحبان نور هست که قلب‌های اهل نور با دیدن این جبل در واقع در ملکوت قلبشون، وقتی تمثال نورانی این در واقع جبل رو در ملکوت قلبشون میبینن، حالا میتونن از این نقطه نورانی، از این کوه نورانی اخذ علم کنند و به این علوم عمل کنند و با عمل به این علوم نورانی در حقیقت تولید عمل صالح کنند. میبینیم همش همون فرایند 1 به علاوه 1 هست و داستان اصلا مأموریت ما در این دنیا و اینکه ما به چه دلیلی به دنیا اومدیم، برای چی داریم زندگی میکنیم و در ادامه تکلیف ما و عاقبت ما چه خواهد بود، همش داستان اینه که ما با عیبی به نام حسد به دنیا اومدیم که اینو از عوالم قبلی در حقیقت به صورت دیفالت مود با خودمون آوردیم. ما در اون عالم قبلی، در عالم زر هم اشتباهی به نام اشتباه حسادت رو مرتکب شدیم. وقتی که اختیاردار شدیم، خدای مهربان ذراتی رو که خلق کرد همه دارای اختیار بودند، مثل این که ما الان دارای اختیاریم. اونها رو در معرض نور ولایت قرار داد. به محض اینکه چشمشون به نور ولایت افتاد، حسد معناش اینه پشت به نور رو به تمنا. چون صاحب اختیار بودن یعنی صاحب اراده و تصمیم، متاسفانه خودشون رو از خدای مهربان برتر و بالاتر دیدن.
پشت به نور تقدیرات خدای مهربان کردند و رو به تمنای خودشون، یعنی خودشون رو در مقابل خدا و خالق خودشون یک خدای در واقع حالا خاص خودشون در نظر گرفتن، در صورتی که باید برای خالق خودشون عبد می بودند. بحث عبودیت و ربوبیت اینجاست که در حقیقت تمام کسانی که پشت به نور کردند و رو به تمنا طبق قاعده حکم ذات اقدس الهی جاشون آتش جهنم بود. فقط اون عده قلیلی که رو به نور بودند و پشت به تمناهای خودشون کردند، حالا به درجاتی بعضیا در واقع کم یا زیاد، این در واقع میشن اهل بهشت، یعنی مستقرین عالم زر، کسانی که این نور در قلبشون استقرار پیدا کرد. اما عده زیادی، آمار بسیار بالاست، پشت به نور و رو به تمنا. خدای مهربان مهربانی خودش رو اینجوری ثابت کرد که این دنیا رو با تمام تشکیلاتش خلق کرد. 2 مرتبه این ذرات رو در حقیقت در این دنیا با اون در حقیقت چارت و برنامه‌ای که برای اون ذرات در نظر گرفته، از اصلاب به ارحام و از ارحام به همینجور سلسله مراتب تا ذرات یکی یکی بیان و در معرض این فرایند نور ولایت قرار بگیرن و 2 مرتبه با داشتن اختیار ببینیم آیا دست از اون اشتباه قبلی بر می دارن که پشت کنن به حسد و رو کنن به نور و سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. این تغییر سرنوشت برای اون معارین هست، نه برای اون مستقرینی که از عالم زر در قلبشون نور استقرار پیدا کرده. پس دنیا فرصتی برای معارین هست که این نور عاریه در دنیای قلبشون استقرار پیدا کنه و سرنوشت شوم جهنم تغییر کنه براشون، خدای مهربان تغییر بده و اونها عاقبت در واقع سعادت و خلود در بهشت رو به دست بیارن که اینو در مقاله بدا و در ولاگ بدا صحبت کردیم. عده بسیار کمی از معارین مشمول بدا میشن و در نهایت جمعیت مستقرین به اضافه اهل بدا وارد بهشت میشن و جمعیت معارینی که از این فرصت بدا استفاده نمی کنن در واقع وارد جهنم میشن. لقد ذرأنا لجهنم کثیر من الجن والانس، داستانش اینجاست. خب راجع به واژه جبال صحبت میکنیم. میخوایم بگیم که خدای مهربان با واژه‌های مختلف میخواد یک فرایند رو که فرایند نور ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام هست رو برای ما واضح و آشکار کنه که این نور ولایت نقش مجعل داره، نقش مهد داره، نقش نطفه دهنده برای قلبها داره. همینطور در این مقاله که حالا لینکشو باز میکنیم نقش کوه رو داره و این کوه نور همون در حقیقت تمثال نورانی صاحبان نور در ملکوت قلب هست که اهل نور اونو احراز هویت میکنن و ازش اخذ نور علم در لحظه میکنن و بهش عمل میکنن و تولید عمل صالح میکنن. حالا عنوان مقالمون هست کوه فاران کوه نور. حالا این داستان کوه فاران بسیار زیباست که در کتاب آسمانی تورات این واژه فاران و در حقیقت حالا کلمه پاران هست که به زبان عربی میشه فاران، به حدیثش میرسیم در ادامه این مقاله که بسیار زیبا هست که کوه فاران اشاره به وجود مقدس و نورانی رسول خدا صلوات الله علیه میکنه که این پیغام و این خبر با ارزش و مهم به اهل یهود در کتابشون تورات داده شده که این نور که امروز در حقیقت با موسی
کلیم الله علیه السلام صحبت میکنه، این نور که از کوه طور داره با موسی علیه السلام صحبت میکنه، در زمان عیسی علیه السلام یک کوه دیگر و در زمان موسی رسول خدا صلوات الله علیه یک کوه دیگر. این کوه ها در حقیقت نماد رسولان الهی هستند. حالا نام اون کوهی که در این کتاب مقدس در کتاب تورات اومده که یهودیان خبر داشتند که در آینده پیغمبری در سرزمین حجاز در حقیقت به دنیا میاد، در سرزمینی که کوهی به نام کوه فاران دارد. این کوه فاران همون کوه عرفات هست و اشاره به وجود مقدس و نازنین در واقع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. میرسیم به حدیثش که بسیار زیباست، خیلی حدیث قشنگی است. پس عنوان مقاله رو با همین اسم در واقع شروع میکنیم که کوه فاران، کوه نور، و این آیه بسیار مهم و زیبا که داستان موسی علیه السلام هست و اون عده‌ای که با موسی علیه السلام به کوه طور میرن و درخواست اینو میکنن از موسی علیه السلام که از خدای خودت بخوا که ما رؤیت کنیم خود خدا رو، که بعد در این آیه خدای مهربان میفرماید لن ترانی واژه رؤیت هست. من وجودی دیده شدنی نیستم که شما بتونین منو ببینین، اما راه هدایت شما رو هم من مسدود نکردم. من براتون هدایت رو، نور هدایت رو براتون قرار دادم. اون نور هدایت با 1000 واژه بیان شده. یکی از اونها همین واژه جبل هست. انظر الی الجبل یعنی انظر الی النور، انظر الی ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. این نور ولایت علمی محمد و آل محمد علیهم السلام کجاست که بهش نگاه کنیم؟ این کوه فاران، این کوه نور کجاست که ما بایستی به این کوه نگاه کنیم و ازش در حقیقت مسیر هدایت رو متوجه بشیم؟ این کوه در دنیای قلب خود ما بایستی باشه. این کوه، این کعبه، این قبله، این در واقع نوری که عامل هدایت ماست در دنیای قلب ماست. این نور کلام نورانی خداست. این کلام نورانی از جنس کلام بشر در این دنیا نیست. این از جنس کلامی در واقع کلامی نورانی است که کلام آنلاین اهل بهشت هست. بحث قبض و بسط هست، بحث نور و ظلمت هست، بحث اخم و لبخند هست، بحث رضا و سخط هست. یعنی خدای مهربان میگه به دنیای قلب خودت، به اون تمثال نورانی صاحبان نور که مثل کوهی استوار از هر جا که نگاه کنی دیده میشن، به اونها نگاه کن و از اونها اخذ علم کن و اینجوری هدایت شو. من خدا رو تو نمیتونی ببینی، هیچ کس قادر به رؤیت خدا نیست. اصلا خدا شیئی است که این شیء دیدنی نیست. لن ترانی ولکن انظر الی الجبل میشه عنوان مقاله کوه فاران، کوه نور. حالا میایم سراغ واژه جبل که ببینیم جبل در کتب لغت عرب از چه عبارتی گرفته شده. خب وقتی که کتب لغت عربی به عربی، عربی به فارسی، حالا تا اون جایی که مقدور هست همشو بررسی میکنیم، به اون عبارات کلیدی میرسیم که میخوایم مفهوم واژه رو متوجه بشیم. اما وقتی که مفهوم واژه رو متوجه میشیم میبینیم که چقدر زیبا این واژه هم یکی از 1000 واژه مترادف نور ولایت هست. جبل
بعضا اشاره میکنیم که در معنای ممدوح مترادف نور ولایت و در معنای مذموم مترادف در واقع حسد هست. اما اون عبارت این هست: مالون جبلون ای کثیرون. به اون اموال، به اون سکه ها، طلاها، جواهرات، دلارها که روی همدیگه انباشته شده، تلمبار شده، مقدارش بسیار زیاد هست. اینجا واژه کثیر لینک کسره و سوره کوثر رو بایستی فعال بکنیم. اون مال اشاره به علم هست، اون علوم زیادی که در حقیقت برای ما مثل یک کوه بایستی در دنیای قلبمون همیشه نگاه ما رو به خودش جلب بکنه، اون علوم آل محمد علیهم السلام هست. پس انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر عنایت کردیم. واژه کثیر یعنی علم کثیر. به جای کوثر بذاریم نور ولایت، به جای کوثر بذاریم جبل. ما برای دنیای قلب اهل نور کوهی رو در حقیقت کوهی از علم رو تعریف کردیم که علوم بسیار زیادی رو، علوم بسیار زیبا و زیادی رو میتونن از این کوه اقتباس کنن، اخذ کنن. پس مالون جبلون، کلمه ول جبال اوتادا، این جبال در حقیقت میشه همون تمثال نورانی صاحبان نور که بایستی احراز هویت بشه در ملکوت قلب تا بشه اون واسطه اخذ علوم مورد نیاز روزمره زندگی ما که متعلق به آل محمد علیهم السلام هست. و به سبب این کوه ها در هر زمان سلسله جبال برای مخاطبین عرضه میشه و اونها بهره‌مند میشن و استفاده میکنن. البته متاسفانه عده بسیار زیادی بعد از اینکه این علوم رو سمع اسماعیل، بعد از اینکه این علوم رو میشنون اما سمعنا و عصینا میشن. داستان عده قلیلی هست که سمعنا و اطعنا میشن. این که اطاعت یا معصیت بعد از شنیدن و رؤیت این جبال و این علوم نورانی بسیار زیاد چجوری خواهد بود، به دو گروه اهل بهشت و اهل جهنم تقسیم میشن. خب پس عبارت مالون جبلون یا عبارت فلانون ذو جبله ای غلیظ الجسم، شخصی که در واقع سیستم عضلانی و اسکلتی خیلی زمختی داره، ستبر و زمخت اندام، اینایی که هیکلای خیلی درشتی دارن. عرب میگه ذو جبله. یا در مورد لباس و پارچه ثوب جید الجبله، در واقع اون الغزل و نسج و الفتل، در واقع اون نخی که برای حالا بافتن این لباس استفاده کردن، یک نخ زمخت و در نهایت یک لباس خیلی حالا کت و کلفت و گرم. مفهومی که از واژه جبل در واقع استخراج میکنیم اینه که مفهوم کثیر، کوثر، مفهوم زیاد، مفهوم در واقع بسیار فراوان، عبارت انگلیسی هست abundance. خیلی قشنگه. یعنی در حقیقت برای صاحبان نور علوم آل محمد علیهم السلام که میشه اتصال به دریای بینهایت و اقیانوس بینهایت علوم آل محمد علیهم السلام هست که حاملان نور این علوم رو به میزانی که لازم هست برای مخاطبین میارن و باز میکنن تا اونها بتونن از این علوم حالا عملا استفاده بکنن و در زندگی روزمرهشون به کار ببندن. حالا لینک مقاله های
اینجا که باید کثیر کسره رو فعال کنیم، مقاله های عززه و کنز که از عبارت کنز اللحم گرفته شده، اینا همشون همون مفهوم در واقع 1000 واژه مترادف نورالولایه رو کامل میکنن. این به علاوه ها رو که میذاریم اینجا ما میتونیم 1000 به علاوه به اضافه 1000 واژه بذاریم. واژه پدر اب، واژه برادر اخ، واژه شفا، واژه شفاعت، واژه مادر تمام اینها در واقع مترادف جبل میشن، یعنی یه چیز بیشتر نیست و اون یه چیز در حقیقت خدای مهربان هست. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فقط یک در واقع عامل ایجاد فلاح و رستگاری میکنه و اونم الله هست. این الله برای ما چیزی دیده شدنی و قابل دسترس به طور ذات نیست، اما ما به سبب مخلوقی نورانی به نام محمد و آل محمد علیهم السلام از امر و نهی این در واقع خدای مهربان در دنیای ملکوت قلب خودمون بهره مند میشیم و این اون چیزی هست که ما بایستی از خدایی خدا گیرمون بیاد. در مقالات زیبایی که حالا میرسیم بهش داریم عبارت رو که به خود خدا فکر نکن، به نور خدا فکر کن. ما نمیتونیم خدا رو ببینیم، اما به کوه علمش در ملکوت قلبمون نگاه میکنیم، باورش داریم، ازش مدام روزمره اخذ علم میکنیم، ابزارهای مختلفی ازش میگیریم و به کار میبندیم و تولید اعمال صالح میکنیم و روز به روز باور و یقینمون به این کوه در دنیای قلبمون میره بالا. حالا اینجا عبارتهای دیگه‌ای که مفهوم روی هم انباشته شدن رو از واژه جبل، از واژه کنز استنباط میکنیم. اینجا آوردیم در کتاب لغت می‌نویسه الجبل سید القوم و عالمهم، به اون شخصی که آقای قوم هست، سید قوم هست، برتر هست، عالم اون مجموعه هست، عرب میگه جبل. پس به دنبال نور علم، به دنبال معلم نورانی، به دنبال سید القوم و عالمهم، همه اینها مقالاتی هست که لینکشو گذاشتیم، علاقه‌مندان میتونن مطالعه کنن. تمام مقالات اشاره به یک موضوع داره و اون یک موضوع نور ولایت و هدایت محمد و آل محمد علیهم السلام هست. پس وقتی میرسیم به این آیه 7 از سوره نبأ که والجبال اوتادا، این جبال رو بر میداریم به جاش میذاریم نور الولایه. حالا در ولایه بعدی هم راجع به اوتاد همینو میگیم، اوتاد این وتد رو بر میداریم به جاش میذاریم نور الولایه. یعنی در این مثال تشبیه به کوهی و در این مثال تشبیه به میخی که هر دو میخوان علومی رو در دنیای قلب ما کپی پیست بشه تا ما از این علوم بهره مند بشیم، این علوم رو اخذ کنیم، بهش عمل کنیم و تولید عمل صالح بنماییم. به این حدیث زیبا و قشنگ در مقاله وتد میرسیم که و کذالک اوتاد الارض لم یکونوا اوتادا الا بهذا. این عبارت اوتاد الارض رو حالا خیلی ها ممکنه شنیده باشن. اوتاد الارض همون حاملان و صاحبان نور الهی هستند که در این مثال شبیه کوه هستند، شبیه وتد، مثل میخهای زمین. در حقیقت چرا به این نام خونده میشن؟ به خاطر اینکه حضور این کوههای با صلابت در ملکوت قلب اهل نور هست که اونها رو از سرگردانی و تحیر در فهمیدن حقیقت زندگی در تمامی مراحل زندگیشون اونا رو از این تحیر در میارن و به این دلیل میشن کوه.
اینجا لینک مقاله احراز هویت نور در ملکوت قلب رو گذاشتیم و همینطور لینک آیه لن ترانی ولکن انظر الی الجبل رو که در واقع سوره 7 آیه 143 علاقه‌مندان این لینک ها رو میتونن باز کنن و مطالعه کنن. خب این حدیث بسیار زیبا از امام علی علیه السلام که واژه جبل رو به صورت مشتق مفعول آن یعنی مجبول، جبل مجبول، ببینیم چقدر این حدیث زیباست. حضرت فرمودند لیس العلم فی السماء فینزل الیکم ولا فی تخوم الارض فیخرج لکم ولکن العلم مجبول فی قلوبکم تأدبوا بآداب الروحانیین یظهر لکم. خیلی زیباست این حدیث برای حالا این مقاله که واژه جبل رو ازش میخوایم توضیح بدیم و در خیلی از مقالاتمون این حدیث میاد. علم گفتیم العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. اصلا علم نوری است که خدا در دنیای قلب هر کسی که بخواد این نور رو میذاره. به محض اینکه این نور سر کلش توی دنیای قلب پیدا شد، شخص هدایت میشه به سمت و سویی که قرار هدایت بشه. اما اینکه ما فکر کنیم در آفاق، در آسمان ها یا در زمین دنبال این علم بگردیم، اینجوری نیست. العلم مجبول فی قلوبکم. علم در واقع این عبارت مجبول رو مترجم آورده سرشته شده. دانش در دلهایتان سرشته شده است. در واقع نور علوم آل محمد علیهم السلام، تمثال نورانی معلم این علوم در واقع آل محمد علیهم السلام رو باید در ملکوت قلبت احراز هویت کنی. خیلی مثال ساده است. در دوران دانش آموزی و دانشجویی وقتی که زمان امتحان پیش میاد، دانش آموز سر جلسه امتحان به خصوص امتحانات نهایی که معمولاً معلمین خود اون دانش آموز دیگه به عنوان ناظر در سر جلسه امتحان نیستن، در یک دبیرستان دیگه مشغول امتحان هستن. وقتی که این دانش آموز در مورد یک سوال گیر کرده و به شدت داره فکر میکنه که جوابش چی هست، کدوم فرمول رو، کدوم مطلب رو بایستی الان به یاد بیاره، یهو در ذهنش، حالا بگیم در ذهنش، در خیالش که همون میشه در ملکوت قلبش، یهو چهره معلم رو به یاد میاره که در فلان روز موقع تدریس اون مبحث اون فرمول کلی رو که گفت و نوشت و سوال و تمرین حل کرد، این مسئله انگاری الان به این صورت حل میشه. میتونیم بگیم معلمش در اون لحظه یک تقلب در ملکوت قلب به ذهنش میاره و او یهو نور معلم خودش رو احراز هویت میکنه، اون علم لازم رو برای جواب دادن به این سوال به یادش میاد. این به یاد اومدن میشه بحث ذکر الله و به محض اینکه این مطلب به یادش میاد شروع میکنه به حل کردن اون مسئله و به جوابش میرسه و خوشحال میشه. این میشه اون علمی که در دل سرشته شده. العلم مجبول فی قلوبکم. چجوری به دست میاد این علم؟ هر چقدر ما با صداقت، نه با کذب و دروغ، نسبت به نور ولایت و هدایت رو به نور کنیم و پشت به تمنا و تأدبوا به آداب روحانیین، هر چقدر اهل نور باشیم و ادب بشیم با این نور و درناش کنیم عیبی به نام حسد که یک بیماری مهلک دنیای قلب هست، این نور برای ما یظهر لکم. این علم مجبول، این کوه نور،
این علم بسیار زیاد در دنیای قلب ما ظاهر می شود. واژه ظهره در مقاله بسیار زیبای ماهی سالمون که میره اون بالای رودخانه تا بذرها و نطفه های علمی رو برای مخاطبین آینده آشکار کنه. پس در این حدیث زیبای امام علی علیه السلام واژه جبله و عبارت ولکن العلم مجبول فی قلوبکم میبینیم چقدر زیباست که علم به حالا زیاد خوندن و معلم ملکی و اینجور موارد در حقیقت نیست. باید نور اون معلم در ملکوت قلب احراز هویت بشه تا این دانش در دل و در ملکوت قلب سرشته بشه. اصلا باید این قلب نور و ظلمت رو که همون زبان علم هست متوجه بشه و لحظه به لحظه با این علوم و با اخذ این علوم زندگی کنه و خوب هم زندگی کنه. خب این حدیث از امام صادق علیه السلام هست که ذیل همون آیه لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا. این حدیث رو حالا توضیحش و صحبتاشو کردیم، از روش بخونیم. علاقمندان به این احادیث در واقع عمیقاً دقت کنند. اینکه هرگز مرا نخواهی دید ولی به کوه نگاه کن، اگر آن در جای خود قرار گرفت آنگاه مرا خواهی دید. یعنی اگر این تمثال نورانیه کوه و صاحب نور در دنیای قلبت اینو باور کردی، بهش شک نداشتی و این تمثال نورانی رو مدام در ملکوت قلبت مشاهده کردی، انگاری به منزله مشاهده خداست. یعنی کلام خدا رو تو با قلبت مشاهده کردی و شنیدی و فهمیدی. مادامی که شخص در دنیای قلبش این باور رو نسبت به این تمثال نورانی پیدا نکنه، هیچ وقت نمیتونه از هدایت الهی بهره مند بشه. پس همین که خدایش به کوه تجلی فرمود آن را هموارش گردانید و موسی بیهوش افتاد. در واقع معناش اینه وقتی که قلب ما چشمش به نور جمال زیبای علوم آل محمد علیهم السلام که اسباب هدایت ما رو فراهم میکنن میفته، از شدت خوشحالی و از شدت رؤیت این زیبایی این نور در واقع از خودش بیخود میشه و بیهوش میشه، به این معنا که هیچ دیگه اختیاری از خودش نداره و کلا اختیار خودشو حالا تفویض به این نور زیبا میکنه. اینجاست که با وجود داشتن اختیار و اراده از اختیار خودش سوء استفاده نمیکنه. امر خدای مهربان هست. اون چه فرشته مهربان یا فرشته نگهبان یا ملک موکل، اینها اسامی رو برای ملک موکل میگیم، آنچه که امر الله رو این ملک موکل به دنیای قلب اشاره میکنه، گرچه مخالف با خواسته ما و نظر ما باشه، ما اونو ترجیح میدیم و به اون عمل میکنیم. این میشه در واقع ملکوت دنیای قلب. خب و آنچه از نور خدا بر کوه تابید مانند نوری بود که از سوراخ سوزن بتابد. یعنی میزان درک ما با این توانایی از اون علوم بیکران آل محمد علیهم السلام که علوم ذات اقدس الهی هست، اصلا به اندازه یک سر سوزن
مثالش رو حالا در اینجا میگیم خیلی توان قلب ما برای فهم این علوم مثل در واقع نوری به اندازه یک سر سوزن هست، وگرنه قلب ما توانایی رؤیت علوم زیبایی با اون وسعت و با اون اقیانوس بیکران رو هیچ وقت نداشته و نداره. به میزان نیاز خودمون از این علوم متوجه باید بشیم در زندگی روزمره. کلام فرشته مهربان رو که میبینیم در ورک لایف ها عزیزانمون به خیلی زبان ساده و شیرین میگن که فرشته مهربان گفت مثلا بازی 3-2 برده رو بباز به برادر کوچکتر تا ایجاد امنیت و آرامش بشه. گوش نمیکنه به کلام شیطان، داره گوش میکنه به کلام فرشته مهربان قلب خودش. یا در بقیه ورک لایف ها که میبینیم قلب های پاک چقدر زیبا متوجه کلام فرشته مهربان میشن و همینطور متوجه کلام شیطان میشن. هر دو کلام رو میشنون، اما به کلام فرشته مهربان نؤمن و نعمل میشنون، باور دارن که کلام فرشته مهربان هست و بهش عمل میکنن، میشه آیات محکم. اما به کلام شیطان نؤمن ولا نعمل، میدونن که این کلام شیطان هست و بهش عمل نمیکنن. پس قلب سلیم قلبی است که کلام دوست و کلام دشمن رو هر دو رو میشنوه، هر دو رو متوجه میشه. اختیاراً به کلام دوست در واقع جامه عمل میپوشاند و کلام دشمن رو در واقع گوش نمیکنه. پس موضوع مهم اینجاست که ما بتونیم با قلبمون این کلام نور و ظلمت، این قبض و بسط نور، این اخم و لبخند، این رضا و سخط ولی خدا رو متوجه بشیم. به این میگیم معرفت الله. پس معرفت و شناخت ما از خدا که ذات خود خدا نیست، ذات اقدس الهی، در حقیقت قابل درک و فهم برای بندگان نیست. درک ما از معرفت الامام به نورانیه هست. یعنی معرفت الله برای ما میشه معرفت الامام به نورانیه. همین که ما علوم نورانی آل محمد علیهم السلام رو با قلبمون به میزان نیازمون که همون سر سوزن هست، مقدار نوری که از سوراخ سوزن بتابد، در اصطلاح خودمون به اندازه یک سر سوزن، یعنی انقدر کم، به میزان درک، به همین میزان درک و فهم کفایت میکنه که متوجه خوب و بد زندگی خودمون بشیم. خب همین که به حال آمد، یعنی روح به بدنش برگشت، عرض کرد منزهی تو و من به سویت بازگشت کنم و توبه نمایم از گفتار آن که پندارد که تو دیده میشوی. یعنی در حقیقت همش معناش اینه که این گفتگویی که بین موسی علیه السلام و خدا در کوه طور صورت گرفت که بقیه هم بایستی متوجه بشن، داستان اینه که خدای مهربان که قابل دیدن نیست، قال سبحانک تبت الیک، من توبه کردم از این اعتقاد که فکر کنم یا بقیه فکر کنن که میشه خود خدا رو دید. علت این که دنبال این موضوع هستن که خود خدا رو ببینند که شیئی دیده شدنی نیست، برای اینه که استدلال بیارن چون خدا را ندیدیم بنابراین تصمیم گرفتیم که رو به تمناهای خودمون با همون رأی و نظر خودمون هر کاری به ذهنمون میاد انجام بدیم. ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. خود خدا دیده شدنی نیست. خود خدا رو اگر ببینیم اوامرش رو گوش میکنیم. این اندیشه یهود هست که دست خدا بسته است، ید الله مغلوله، خدا قابل دیده شدن نیست. ما میگیم ذات خدا قابل دیده شدن نیست، اما اوامر نورانیه این ذات اقدس الهی با دنیای قلب قابل دیدن، قابل شنیدن، قابل فهمیدن هست. لهم، برای اهل حسادت، قلوب، قلبهایی دارن،
لا یفقهون بها، آذان لا یسمعون بها، اعین لا یبصرون بها. در حقیقت موضوع این هست که معرفت الله در معرفت الامام به نورانیه برای ما خلاصه می شود. و اینجا و انا اول المؤمنین یعنی اول المقرین به انک ترا ولا ترا. خدایا تو میبینی اما دیده نمیشی. باور ما این هست که با گزینه‌ای در واقع سر و کار داریم به نام خدا و خالق خودمون که اون ذاتش قابل دیدن نیست. به خود خدا فکر نکن، به نور خدا در ملکوت قلبت فکر کن، ببینش، بشنوش و بفهمش که اینجوری راه بهره‌مندی از اون مسیر هدایت ذات اقدس الهی رو انشاءالله درک خواهیم نمود. خب کوه نور عنوان مقالمون هست. مثال بسیار زیبایی میخواییم بزنیم، مثال امروزی به قول معروف برای واژه جبل. مثالمون چی هست؟ مثال هات اسپات. این که از یک گوشی وای فای شما روشن میکنیم، هات اسپاتش رو روشن میکنیم و بقیه گوشی های اطراف میتونن کانکت شن و یک وای فای رایگان از گوشی ما بگیرن و حالا علومی رو دانلود کنن برای خودشون توی گوشی، یا مطالبی رو که میخوان به اطلاع گوشی ما برسونن آپلود کنن و این آپلود و دانلود همش رایگان هست. این واژه و مثال زیبای هات اسپات برای کوه نور به این معناست که مثلا کوهی مثل دماوند که بلندترین کوه و قله سلسله جبال البرز در ایران هست، مثل یک هات اسپات هست، مثل یک نقطه‌ای که همه بایستی از این در واقع وای فای به این وای فای متصل بشن و با این اتصال اخذ نور کنن. اینجا لینک مقاله بسیار زیبا و مهم فرض و فریضه رو آوردیم که در اونجا هم با مثال VPN همین مطلب رو اشاره کردیم که اگر میخوای از اون سایت های اختصاصی فضای مجازی و ملکوتی آل محمد علیهم السلام بهره‌مند بشی، بایستی VPN خاصی که همون یوزرنیم و پسورد خاصی داره رو در گوشی قلبت نصب کنی تا بتونی با این VPN حالا از اون علوم و اسرار اختصاصی بهره‌مند بشی و لذت ببری و عمل کنی. علم زیادی در این کوه نور روی هم تلمبار شده. به این نقطه اتصال وصل شو و نور علم رو رایگان دانلود کن. واژه جبیه هم همینطور هست که یجبا الیه ثمرات و کل شی. این که اون نقطه جایی است که تمام خیر و خوبی ها به اون نقطه برمیگرده. اگر اون واژه جبیه، اون نور مجتبا، اون نور مصطفی، اون نور برگزیده در واقع میشه همون کوه نور، میشه کوه طور، میشه کوه فاران که میرسیم بسیار حدیث زیبایی هست. خب در این عکس هم باز میبینیم مثال زیبایی مثل عینک که یک تصویر تار رو تبدیل به یک تصویر واضح و روشن میکنه. blurred vision تبدیل میشه به clear vision. یا در اینجا مثال ذره‌بین که نور خورشید رو در یک نقطه وقتی زوم میکنه، از اینجا ما میبینیم که آتش بلند میشه. پس این واسطه ای که بین قلب ما و علوم آل محمد علیهم السلام قرار میگیره، کارش اینه که این علوم رو در دنیای قلب ما
زوم کنه، واضح کنه، آشکار کنه، جا بندازه تا ما یاد بگیریم که اون علوم چی هستن و به درد چی میخورن و چجوری میتونیم دائما قلبمون به این نقطه علمی، به این وایفای، به این کوه پر از نور وصل بشه و ازش مطالب مورد نیاز و ضروری خودمون رو به دست بیاریم. این میشه اون کانون نورانی درون قلب که این توضیح رو از روش بخونیم. کانون نورانی، نور علم آل محمد علیهم السلام در قلب صاحبان نور فوکوس می شود، زوم می شود، در یک نقطه جمع و متمرکز می شود. نقطه مرکز توجه، قطب، نقطه تقاطع، محل تلاقی و ملاقات، مجمع البحرین، نقطه تنظیم شده و میزان شده. اینا هر کدوم مثال‌هایی است و واژه‌هایی است، همه برای فهم یک فرایند. در واقع چیز زیادی نیست که ما بخوایم بین اون گزینه‌ها گیج بشیم و فکر کنیم مباحث بسیار زیاد هست. یک مبحث بیشتر نداریم و اون مبحث نور الولایه است، نور الهدایه است. واژه نور، واژه هدایت، واژه جبل و هزاران واژه دیگه، ملاقات، واژه جمع، تمام اینها همه اشاره به این داره. واژه قطب، توجه، وجه، تمام اینها اشاره به همین یک فرایند داره که اگر این نقطه نورانی در قلب بیفته و زوم بشه و تنظیم بشه، یهو داستان زندگی فرق میکنه و از این لحظه به بعد، از این روز به بعد، این قلب یک به علاوه یک شده، دیگه با نورش سفر میکنه، دیگه تنهایی گذر نمیکنه، سفر انفرادی با نورشو آغاز میکنه تا پایان مهلت و فرصت این دنیا و در ادامه با همین نور سفرشو ادامه میده در عالم قبرش، در عالم قیامت، و انقدر ادامه میده تا در بهشت به نقطه در واقع بی انتهای بهشتی خودش که همون درجاتش هست، در یکی از اون نقاط متوقف بشه، توقفی که از جنس خلود در نور بهشت هست. خب نوشتیم مثل تنظیم کردن لنز عدسی دوربین که وقتی خوب تنظیم میشه یهو تصویر شفاف میشه و میفهمی که داستان چیه و اون شخص کیه. این میشه معنای زیبای واژه جبل. در اون مثال ذره‌بین میبینیم که یهو روی نقطه کانونی گر میگیره، قلبت روشن میشه. این نقطه رو بهش میگیم حالا نقطه هات اسپات. حالا که قلبت با این نور روشن شد، برو و شمع خاموشه تمام قلوبی که خدای مهربان تقدیر میکنه سر راه تو قرار بگیرن. این قلوب میتونن پدر، مادر، فرزند، همسر، بستگان و همکار، فرقی نمیکنه. اون گزینه هایی که خدای مهربان تقدیر میکنه تا سر راهت قرار بگیرن، تا تو با عمل به این علوم نورانی عملاً گویای زیبایی علوم آل محمد علیهم السلام باشی، در عمل به اونها بگی و اونها رو فرا بخوانی به سمت علومی که این علوم ایجاد امنیت و آرامش میکنن. پس حالا با این قلب با ارزش نورانی میتونی وصل بشی و رایگان دانش مورد نیاز تو دانلود کنی تا وقتی که نور علم در قلبت کانونی نشده باشه همه چیز برای تو تار و نامفهوم هست. اما همین که قلبت با نور خودش تنظیم شد، این کلمه زیبای انگلیسی adjustment، این که باید خودمون رو با نور تنظیم کنیم، واژه زیبای عربی و عبارت قرآنیش تحری هست. وقتی که ساعت تو با ساعت گرینویچ تنظیم میکنی، فمن اسلمه فاولئک تحروا رشدا، هر کسی که تسلیم
تقدیرات ذات اقدس الهی شد، نه تسلیم خواسته های خودش یا تمناها و دلخواهای خودش. در بین این دو راهی تمنا و تقدیر رو به تقدیر کرد و پشت به تمنا، در واقع خودش رو با نور خدا اجاست کرد. این قلب اون تصویر واضح، اون در واقع نور هدایت رو به وضوح با قلبش حس میکنه که در این شرایط این تقدیر از او چی میخواد و بایستی به چه چیزی راضی باشه و مأموریتش در این امتحان کربلایی که رضایت به اون تقدیر شرط قبولی عمل و رسیدن به سعادت اخروی است، براش در همون لحظه همه چیز واضح و آشکار میشه. این میشه معنای فرایند نور ولایت. انگاری با یک عینک تصاویر تار رو حالا واضح میبینی. اون عینک میشه عینک صاحبان نور که این عکس زیبا هم اشاره به همین داره. تصویر پشت که تار هست، وقتی شخص عینک میزنه دیگه حالا واضح میبینه اون چیزهایی که قبلا تار میدید. خب باز این حدیث زیبا از امام علی علیه السلام که اون قسمت جان کلامش با توجه به واژه جبله میخوایم بگیم اینجاست که هم جبال و دینهی. در حقیقت خدای مهربان دینی رو، یعنی یک طرز فکر رو برای خوب زندگی کردن بندگان همواره ارائه داده که اون دین همیشه اسلام هست، یعنی تسلیم بودن نسبت به رأی و نظر خدای مهربان. و اون دین اسلام در واقع دین صلح و مهربانی و خلق زیبایی هست. برای همین بسم الله الرحمن الرحیم رو که معناشو گفتیم اشاره به این داره که ما هم باید خالق نور مهربانی باشیم. حالا این جبال، این دین، این کوه ها در حقیقت مردانی هستند، آل محمد علیهم السلام، اطرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند که اونها کوه های همیشه استوار دین خدا هستند. پس کوه در حقیقت یک مثالی است برای اون مخلوقین نورانی بی عیب و معصوم ذات اقدس الهی که همیشه نقش هاتسپات، نقش جبل، نقش هدایت و هزار واژه دیگه که این نقش رو برای مخاطبین بازی کردن. پس ترجمهش رو بخونیم. اطرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه اسرار خداوندی و پناهگاه فرمان الهی و مخزن علم خدا و مرجع احکام اسلامی و نگهبان کتاب‌های آسمانی و کوه‌های همیشه استوار دین خدایند. خدا به وسیله اهل بیت علیهم السلام پشت خمیده دین را راست نمود و لرزش و اضطراب آن را از میان برداشت. نقش کوه همینه که اون اضطراب رو در واقع از قلب‌ها از زمین بر می‌داره. برابر فاسدانی که تخم گناه افشاندند و با آب غرور و فریب آبیاری کردند و محصول آن را که جز عذاب و بدبختی نبود برداشتند. در واقع این میشه مأموریت کربلای صاحبان نور که همیشه در تقابل با اهل حسادت، گزینه هایی که تلاش میکنن تا سد سبیل کنن، با کبر و غروری که دارن پشت به نور میکنن و رو به تمنا و همه رو از دسترسی به علوم آل محمد علیهم السلام متاسفانه باز می‌دارند. کسی را با خاندان رسالت نمی شود مقایسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند با آنان برابر نخواهند بود. اطرت پیامبر صلوات الله علیه اساس دین و ستونهای استوار یقین می باشند.
شتاب کننده باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد. این عبارت در واقع تقدم و تأخر نداشتن نسبت به ولی خداست، زیرا ویژگی های حق ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت به آنها تعلق دارد و لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه. الوراثه، الوصیه، اینها همه مترادف نور ولایت هستند که در مقالاتش گفتیم. خب باز یکی از احادیث زیبا که امام صادق علیه السلام فرمودند فاسألک باسمک الذی وضعته علی الجبال فنصفت و وضعته علی السماء فانشقت. یعنی خدایا از تو میخواهم پس به آن اسم خود، بحث اسم الله هست که بسیار مفصله و توضیح دادیم، از اینجا لینکش و ولاگ‌هاشو میشه علاقه‌مندان بهش دسترسی پیدا کنن و مطالعه کنن. پس به آن اسم خود که آن را بر کوه ها نهادی برافراشته شد. یعنی اون کوه در حقیقت به اسم صاحبان و حاملان نور کوه با ارزش میشه. دنیای قلب ها بایستی این کوه رو ببینن، احراز هویت کنن، این اسم الله رو، اون یوزرنیم و پسورد رو بدونن تا بتونن از طریق این هات اسپات، از طریق این وی پی ان وصل بشن به اون در واقع مأخذی که محل اخذ علوم نورانی آل محمد علیهم السلام هست. پس انشقاق یوزرنیم و پسورد جدید، این لینک مقالاتشو گذاشتیم. نور هدایت را با این نسخه جدید دنبال کنید. این هم مقاله نسخه نورانی جدید که و فی نسختها هدن و رحمه، اون نور هدایت و نور مهربانی در نسخه جدید، در نسخه جدید، در نسخه جدید، جبل 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 و این سلسله جبال در اون مثال زیبای بلاکچین میبینیم که تمام این زنجیره ها با یک، این حلقه ها با یک نظم خاصی به دنبال همدیگه چیده شدن و پشت سر همدیگه میان و بار علمیشونو باز میکنن و به اطلاع مخاطبین میرسونن و در پایان دوران مأموریت خودشون میرن به اون سرای باقی و به اون سرا میشتابند. خب کوه نور شد لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، بحث اسم الله. جبل همون اسم الله هست. این اسم الله انشقاق نور مرئی از قبله نامرئی آل محمد علیهم السلام هست که بحث قبله مرئی و قبله نامرئی رو در آیه سیر گفتیم. و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاهره و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین، که فرمودند آمنین من الزیغ، آمنین من الشک، آمنین من الحسد. اگر بخوای حسدت درناژ بشه و ایجاد امنیت بشه برای دنیای قلبت و اطرافیانت، بایستی از قرای ظاهره که از قرای مبارکه اخذ علم میکنن، سیروا فیها، اخذ علم کنی تا این فرایند در ملکوت قلبت شکل بگیره. در این آیه زیبا قرى التي بارکنا میشه قرای مبارکه، قرى ظاهره هم که میشه قرای ظاهره. خب رسیدیم به عنوان این مقالمون، جبل فاران، که قول این حدیث رو دادیم بسیار زیباست. جاء الله بالبیان من جبل فاران.
این میشه قول دانیال نبی در حقیقت علیه السلام که خدا با بیان آمد از کوه فاران و آسمان ها و زمین از تسبیح محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امتش پر شد. پس داستان جبل فاران داستان طلوع خورشید نورانی رسول خدا و آل محمد علیهم السلام که با اسم جبل فاران در کتاب تورات اومده که میرسیم به این حدیث در واقع البته طولانی که امام رضا علیه السلام با رأس الجالوت و یه عده‌ای که مدام این بحث ها در توس در همین مشهد بین امام رضا علیه السلام و تمامی مثلا صاحبان علم اون زمان با برنامه ریزی که مأمون میکرد این مجالس علمی همیشه صورت میگرفت و در این مجالس علمی قوی ترین علوم آل محمد علیهم السلام بحث میشد که بسیار زیباست. و اینجا داستان عمران ساوی که در مقاله و در حدیث خودش بسیار حدیث زیبایی هست که علاقمندان حتما داستان عمران ساوی رو باید مطالعه کنن که بسیار زیباست. حالا در اینجا فقال له الرضا علیه السلام هل تنکروا ان التورات تقول لكم. امام رضا علیه السلام خطاب به این شخص یهودی که کتابشون هم تورات هست و پیامبرشون هم موسی علیه السلام هست، این متن موجود در خود تورات رو براشون میخونه که آیا این موضوع رو در کتاب خودتون در تورات خودتون خوندین و باور دارین و انکار نمی کنین که قد جاء النور. این خیلی زیباست که نور آمد من جبل طور سینا، که نور از کوه طور سینا اومد. طور سینا، کوه طور، محل در واقع ملاقات و کلام، گفتن کلام و عبادت بین پیامبری عظیم الشأن به نام موسی علیه السلام با خدای خودش. در حقیقت در کوه طور قلبش با نور ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام ملاقات میکنه. اینکه نور از این کوه میاد و در ادامه و اضاء لنا من جبل سائیر، که این نور الهی، این علوم حالا در مرحله بعد از کوهی به نام کوه سائیر و در مرحله بعد واستعلن علینا من جبل فاران. پس اینجا عبارتهای جبل طور سینا، جبل سائیر و جبل فاران در حقیقت نگو کوه، بگو موسی علیه السلام، بگو عیسی علیه السلام، بگو رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس جبل فاران اشاره به مردی و نور نبوتش، در جبل سائیر اشاره به عیسی علیه السلام و طور سینا هم اشاره به موسی علیه السلام. پس این مطلب و این حدیث بسیار زیبا هست که این جبل یکی از 1000 واژه مترادف نور الولایه است. این مطلب رو که نوشتیم از رو بخونیم. کلام نورانی آل محمد علیهم السلام از این جبال بر قلوب اهل نور میتابد که این قلوب مهد آفرینش این علوم برای تولید اعمال صالح هستند. اینکه خدا از کوه فاران با بیان آمد یک آیات از آیات کتاب آسمانی در واقع تورات هست و انگاری داره به اهل این کتاب، یعنی به اهل یهود، پیشا پیش نوید ظهور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو در سرزمین حجاز میدهد که کوه فاران همان کوه عرفات است. جبل فاران و هو جبل و عرفات، و محلی است که نور
علوم آل محمد علیهم السلام به قلوب مخاطبینی که اومدن تا از عرفات وارد سرزمین و حریم امن الهی بشن، این نور وارد این قلوب بشود. بسیار زیبا هست بحث از عرفات تا منا که میشه مناسک حج و تک تک واژه ها و تک تک اون مکان ها همه مترادف نور ولایتند که هر کدوم توضیح بسیار مهم و زیبایی داره که انشاءالله در واژه های خودش و در فرصت ها و ولاگ هایی که بعداً خواهیم گفت بهش اشاره کنیم انشاءالله تعالی. رأس الجالود که بزرگ یهودیان هست حالا داره با امام رضا علیه السلام صحبت میکنه وقتی که حضرت میفرمایند که این موارد رو جبل طور سینا، جبل سایر، جبل فاران، اینها رو شنیدی به گوشت خورده اصلا؟ رأس الجالود گفت اعرف و هذه الکلمات، من این کلمات رو در قرآن شنیدم، در تورات شنیدم، اعرف و میشناسم و ما اعرف و تفسیرها، تفسیرشو نمیدونم که جبل طور سینا یعنی چی، جبل سایر تفسیرش چی هست، مفهوم جبل فاران چی هست. اینجا قال الرضا علیه السلام انا اخبرک بهی، درسته تو تفسیرشون رو نمیدونی، من رضا علیه السلام به تو خبر میدم که اینها چه معانی دارن. اما قوله جاء النور من قبل طور سینا، این عبارت که نور از طور سینا میاد، فذالک وحی الله تبارک و تعالی الذی انزله علی موسی علی جبل طور سینا. پس با در واقع گفتن کوه طور سینا تو توی ذهنت تمثال نورانی پیامبری عظیم الشأن به نام موسی علیه السلام بایستی مد نظر باشد. و اما قوله و اضاء الناس من جبل سایر فهو الجبل الذي اوحى الله عز وجل الی عیسی ابن مریم و هو علیه، یعنی همون جور که کوه طور سینا برای موسی چه نقشی داشت، در اینجا هم مثال کوه سایر برای عیسی ابن مریم. و اما قوله و استعلن علینا من جبل فاران فذالک جبل من جبال مکه، که میشه همون جبل عرفات که در اون حدیث دیگه اومده، بینه و بینها یومن، اون کوهی که از کوههای مکه است که یک روز بینش فاصله است. خب امام رضا علیه السلام در ادامه فرمودند آیا حیقوق نبی رو میشناسی؟ قال نعم، آره، انی بهی لعارف حیقوق، یکی از پیامبران در واقع ما بوده. قال علیه السلام فانه قال، این پیامبر چی گفته؟ و کتابکم ینطق بهی، که در کتاب شما هم قول پیغمبری به نام حیقوق نبی اومده که چی؟ اون عبارت اینه جاء الله بالبیان من جبل فاران، یعنی خدای مهربان از کوه فاران با بیان خواهد آمد. و امتلأت السماوات من تسبیح احمد و امته و یحمل خیله فی البحر کما یحمل فی البر یأتینا به کتاب جدید. بسیار زیباست، یعنی مدام باید یک کتاب جدید بیاد تا کتابی که قبلا بوده و حالا مندرس شده و خراب شده بعد خراب بیت المقدس، یعنی بالکتاب القرآن. پس این کوه فاران اشاره به مردی است به نام احمد صلوات الله علیه با کتاب جدیدی به نام قرآن میاد که اون کتاب قبلی که تورات هست، کتاب قبلی که انجیل هست و دستخوش تحریف شده و خراب شده انگاری، میاد تا این کتاب بی عیب و نقص جای اون رو بگیره برای هدایت مخاطبین. اتعرف هذا و تؤمن بهی،
قال رأس الجالوت گفت قد قال ذالک حیقوق النبی ولا ننکر قوله. آره ما انکار نمی کنیم این جمله که جاء الله بالبیان من جبل فاران، این کلام حیقوق نبی هست که ما اون رو شنیدیم. این حیقوق رو همون گفته دانیال پیغمبر که حالا در زبان اونها حیقوق یا همون دانیال پیغمبر اینجا آورد. خب در ویکی‌پدیا شما در گوگل که سرچ کنین کلمه فاران رو میاد، بسیار زیباست. در اصل به زبان عبری میشه پاران که پ در زبان عربی میشه ف، فاران. حتی توضیح داده اونجا که دلیل مهاجرت یهودیان به حجاز پیش از اسلام آگاهی آنان از ظهور پیامبری در این منطقه یعنی کوه فاران است. یعنی قبل از اینکه رسول خدا به دنیا بیان یهودی ها همه از سرزمین خودشون یه جورایی مهاجرت کردند به منطقه حجاز، چون خبر داشتند که در اینجا قرار نور بیان وجود مقدس محمد صلی الله علیه و آله و سلم در این سرزمین ظهور کنه و اونها یه جورایی خبر داشتند. نام کوه یا صحرایی است که در تورات آمده است، در سفر تثنیه آمده است. این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از مرگش به قوم اسرائیل داد. خداوند از کوه سینا آمد، او از کوه سعیر طلوع کرد و از کوه فاران درخشید. یعنی خداوند در هر زمان برای هر عده‌ای نور ولایت و هدایتش رو در حقیقت آشکار میکنه. حالا یک روز به نام موسی علیه السلام به نام کوه طور میشه، یک روز به نام عیسی علیه السلام به نام کوه سعیر و روزی هم به نام کوه فاران که اشاره به جبل، کوه اشاره به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داره. خب راجع به واژه جبل که توضیح دادیم و اینجا مطالبی رو که نوشتیم علاقه‌مندان دیگه از روش بخونن، بعضی قسمتاش حالت تکراری داره. اون مفهوم واژه جبل هست که علاقه‌مندان همه دوست دارن و این قسمت‌ها رو خودشون انشاءالله مطالعه میکنن. این مطالب رو در توضیحاتی که دادیم یه جوری بهش اشاره شده و در اینجا به صورت در واقع مکتوب نوشتیم. علاقه‌مندان با خوندن این قسمت ها اون مطالب رو یه مروری هم میکنن. اما میرسیم به این حدیث زیبا از امام صادق علیه السلام که ان الله جبل النبیین علی نبوتهم فلا یرتدون ابدا و جبل الاوصیاء علی وصایاهم فلا یرتدون ابدا و جبل بعض المؤمنین علی الایمان فلا یرتدون ابدا و منهم من یعیر الایمان عاریة فاذا هو دعا و الح فی الدعاء مات علی الایمان. بسیار زیباست که برای بحث های معارین مستقرین، بحث بدا و اینجا هم که واژه جبل و همینطور بحث مرتدین، ارتداد، این حدیث در تمام این مقالات بایستی تکرار بشه و بیاد. بسیار زیباست. داستان تکراری مستقرین یعنی کسانی که فلا یرتدون ابدا و همینطور معارین که یعیر الایمان عاریةً، اشاره به این داره که اگر این معارین الح فی الدعا، اگر پشت به تمنا کنند و رو به نور و
باور کنن نورشونو و در این موضوع جدیت و پافشاری داشته باشند، انشاءالله اهل بدا خواهند شد. پس اینکه جبل اینجا اومده، جبل النبیین، جبل الاوصیا، جبل بعض المؤمنین، اینکه سرشت نبوت یا وصایت یا نور ایمان، اینها در دنیای قلب میاد و اون شخص در واقع به ثبات و استقرار در دین و نور میرسه و هیچ ارتداد و برگشتی براشون نخواهد بود. خداوند پیامبران را بر سرشت نبوت آفرید، یعنی در نبوت خود ثابت قرار داده و آنها هرگز از مقام خود کنار نمی روند و اوصیاء آنها را هم با این طریق قرار داده است، یعنی آنها را بر سرشت وصیت‌ها و آنچه به آنها سفارش شده آفرید. پس هرگز برنگردند. گروهی از مؤمنان هم این چنین هستند، یعنی بر سرشت ایمان آفریده شدند، پس هرگز بر نگردند. گروهی هم ایمان عاریه دارند، پس اگر دعا کنند و اصرار بر دعا داشته باشند با ایمان از دنیا می روند. لینک مقاله های بدا، واژه ردده و اورک علاقمندان مطالعه کنند. این حدیث زیبا از امام علی علیه السلام، قسمت واژه جبل و اون جان کلامش با توجه به این واژه که من بعد جبلهی، سوال میشه مل جبل، جواب الخلق غیرنا اهل البیت، که بسیار زیباست. یعنی ان الله نهر، ان لله نهرا دون عرشه و دون النهر الذی دون عرشه نور من نوره و ان فی حافتي النهر روحین مخلوقین، روح القدس و روح من امره و ان لله عشر طینات. این حدیثش بسیار زیباست که علاقمندان عربی رو بخونن تا این قسمت که الخلق غیرنا اهل البیت، ترجمهش رو بخونیم. خداوند نهری در پایین عرش دارد، پایین آن نهر نوری از نور خداست و در کنار دو طرف نهر دو روح آفریده شده، روح القدس و روح من امره. خداوند 10 طینت و سرشت دارد، 5 سرشت آن از بهشت است و 5 طینت از زمین. بهشت و زمین را تفسیر نمود، سپس فرمود هیچ پیامبر و فرشته ای نیست مگر اینکه پس از آفرینش در او از یکی از این دو روح دمیده می شود. این میشه همون نفخ روح، نفخ علم، نور علوم محمد و آل محمد علیهم السلام به این قلب ها واریز میشه تا اونها بتونن اون علوم رو بازگو کنن. پیامبر اکرم را از یکی از این دو طینت قرار داد. راوی گفت به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم جبل چیست؟ فرمود آفرینش مردم. معنی از جبل همون آفرینش، البته غیر ما خانواده، چون آفرینش محمد و آل محمد علیهم السلام از اون نور اول هست، ولی بقیه مخلوقین از نوری که در واقع از ظلمت خلق شده، یا به عبارت دیگر قلبی که تار و پودش نور و ظلمت هست، چون باید نور و ظلمت رو بفهمه. این تفاوت خلقت معصوم علیهم السلام با بقیه موارد مخلوقات هست. خب واژه جبل رو، مشتقات ریشه جبل رو در آیات قرآن اگه در نرم افزارمون نگاه کنیم میبینیم که 41 مورد واژه جبل در آیات قرآن اومده. حالا که واژه جبل رو یاد گرفتیم که در معنای ممدوح مترادف نور ولایت هست و در معنای مذموم مترادف حسادت، حالا بیایم آیات قرآن رو که درش واژه جبل هست رو دوباره مرور کنیم، بخونیم، مطالعه کنیم، ببینیم که چقدر معنای زیبایی حالا از این آیات قرآن میشه استنباط کرد. پس داستان جبل برای ما این کوه نور، کوه فاران است. این کوه نور در حقیقت
نور مقدس محمد و آل محمد علیهم السلام هست که بایستی این نور رو در ملکوت قلبمون احراز هویت کنیم تا اون ثبات و پابرجا بودن قلب در تمامی شرایط سخت زندگی برامون انشاءالله ایجاد بشه و هیچ وقت دچار سستی و بلا تکلیفی نشیم. سستی و بلا تکلیفی زمانی است که در واقع در قلب این جبل و این وتد احراز هویت نشده باشد. پس آیه 7 که والجبال اوتادا، یعنی الم نجعل الجبال اوتادا، آیا ما برای شما این علوم کثیر رو، این جبل رو، این کوه فاران رو، این کوه تور رو، این کوه سایر رو، کوه اشاره به مردی و ولایت علمی اوست، آیا این کوه رو در ملکوت قلبت، در دنیا، در ملک سر راهت قرار ندادیم و تو با آشنایی با او در ملک و ملکوت پی به علوم آل محمد علیهم السلام نبردی و اونها رو نشنیدی؟ قالوا سمعنا، شنیدیم. اما در ادامه سمعنا دو دسته میشن، یک عده اطعنا و یک عده عصینا. خب این هم شد ولاگ مقاله جبل که علاقمندان انشاءالله مطالعه کنن و همینطور لینک های مرتبط رو که ما بعضا در هر مقاله این لینک ها رو میذاریم هم به طور حاشیه در کنارش انشاءالله مطالعه کنن. در ولاگ بعدی راجع به واژه وتد صحبت میکنیم انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.